به خودم گفتم دکتر برو دکتر. 12 کیلو وزن کم کردم و باعث یه تغییراتی توی صورت بدنم هم خیلی شده، هم جنسش ضعیف شده، همین خطوطه عضله پلاتیسمم خیلی برجسته شده و از این قضیه ناراحت شده. تمام کارهایی که واسه زیبایی ناحیه گردن خودم انجام دادم و واسهتون توی ویدیو گذاشتم که شما هم ازش آگاه بشین که چه کارهایی میشه انجام داد. به درد افرادی میخوره که حالا زیاد قلیون میکشن که این ناحیهشون تحلیل میره. به صورت مادرزادی عضلات ناحیه پلاتیسماشون خیلی قوی هست و این روش‌های جوانساز و ترکیبی بهترین نتیجه رو میده و میتونه از روند پیری و چروک شدن گردن که توی سن بالا آویزون شدنش نمای جذابی نداره جلوگیری بکنه. بعد از انجام هایفو تصمیم گرفتم یه اسکین بوستر برای قسمت تحتانی که پوستش خیلی ضعیف شده تزریق بکنم. خب اگه رسیدی به اینجای ویدیو پس تا اینجای کار رو دیدی که اول هایفو انجام دادم واسه چسبندگی عضله پلاتیسما و بعدش به خاطر شلی پوست که داشتم اسکین بوستر تزریق کردم که هم خطوط کمتر بشه هم قوام پوستم بهتر بشه. در این مرحله میخوام بوتاکس نفریتیتی برای خودم انجام بدم و بوتاکس عضله DAO. از بوتاکس دیسپورت استفاده کنیم که بوتاکس انگلیسیه و پخش کمتری داره، یعنی وقتی توی نقطه تزریق میشه به ناحیه مجاورش خیلی گسترش پیدا نمیکنه و از بوتاکس ایرانی نمیشه استفاده کنیم. مرحله بعدی باید با استفاده از دستگاه سونوگرافی محل عضلات و عمق عضله پلاتیسما رو مشخص کنیم که بوتاکسمون ویست نشه و در عین حال بهترین نتیجه رو بگیریم. اولین باریه که میخوام خودم رو از ناحیه DAO سونوگرافی کنم. یک سری باندها که به این صورت هستن به صورت یک خطوطی قرار دارن، اونا رو هم باید جداگونه تزریق کنیم.